салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаълои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома душанбе бо умеди беҳбудӣ равобиташ бо Бишкек ба мизбонии рӯзҳои фарҳангии Қирғизистон омода мешавад. сарнавишти фарзандони ҷиҳодиҳои кушташудаи тоҷик дар ватан волидони онҳоро азият медиҳад. فردی خیلی میشید نوب تو خانکا در که میرفتن میموزن موزش در پیش خیلی بموند ва муҳоҷирони озими кишварҳои ғарбӣ дар Аврупои шарқӣ банд монданд. мо ба самти Сербия ҳаракат доштем. мехостем тавассути Албания ва Косово ба он ҷо равем, вале полиси серб моро ба ақиб фиристод. онҳо маро заданд. барномаро бо хабари боз шудани парвандаи нав дар нисбати Бузургмериёров, адвокати маҳкумшудаи тоҷик оғоз мекунем. парвандаи навбатӣ аз ҷониби сароясати умури дохилии шаҳри Душанбе бар пояи шикояти 2 нафар боз шудааст ки Бузургмериёровро ба қалоби айбдор месозанд. як моҳ қабл додгоҳи шаҳри Душанбе Бузургмериёровро бо айби барангехтани кинаву адовати миллӣ ва даъват ба тағйири ҳукумати феълӣ барои 23 сол равонаи зиндони низомаш пурзур намуд. این وکیل دفاع تا به آخر اتهام را رد کرده قضیه خود را دارای انگیزه‌های سیاسی نامید. فعالان حقوق بشر میگویند بزرگمهریارov بعد آن بازداشت شد که برای حمایت حقوق اعضای ریاست بازداشت شده حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اظهار آمادگی کرد. جریان برگزاری انتخابات پرزیدنتی در ازبکستان را نمایندگان تاجیکستان هم نظارت خواهند کرد. 3 نماینده از تاجیکستان، رئیس و یک کارمند کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی همراه با رکتور دانشگاه آموزگاری روز 2 دکبر به توشکند سفر می‌کنند. انتخابات پرزیدنتی ازبکستان روز 4 دکبر برگزار می شود. نخست وزیر شوکت میرزیویف از نامزدهای کلیدی به این مقام است. در ماه سپتامبر بعد درگذشت اسلام کریموف او رهبری موقتی ازبکستان را بر دوش گرفته حکومت این کشور برای بهبودی روابط با جمهوری همسایه تلاش دارد. دیروز هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان در توشکند مسائل مرزی و دیگر موضوعات مربوط به همکاری دو کشور را مطرح کردند. ضمناً در پیشروی بهتر گردیدن مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان بعد تنفس 12 ساله در دوشنبه روزهای فرهنگی قرغیزستان برگزار می‌شود. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان باور دارند که چنین چاره‌بینی‌ها برای تقویت دوستی دو کشور و همچنین حل مشکلات تاریخی کمک می‌کند. طول چند سال اخیر در منطقه‌های هم‌مرزی ناحیه اسفرای ولایت سوخت و ولایت بودکند قرغیزستان بنابر نامشخصی مرزی تنش‌های ساکنان دو کشور صورت میگیرند. همکاران ما میگویند در دایره روزهای فرهنگی هنرمندان ولایت بودکند نزد مردم اسفره با دستاویز میروند. 12 سال بعد در تاجیکستان دوباره روزهای فرهنگی قرغیزستان برگزار می شود. مقامات میگویند بعد یک مدت تأخیر در همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی دو همسایه نزدیک باید ارتباطات پیشینه به خاطر کاهش تنش‌های مرزی از سر گرفته شود. فرهنگیان قرغیز با برنامه هنری 3 روزه به دوشنبه آمدند و نیت دارند در شهر و نواحی تاجیکستان به خصوص در منطقه‌های نزدیک مرزی چاره‌بینی‌های فرهنگی دایر کنند. فرهاد بگماماتوف که این گروه را رهبری میکند میگوید در پس منظر بحث های نزد مرزی این سفر هنرمندان قرغیز مؤثر خواهد بود. روابط فرهنگی ما هرچند طول سالهای زیاد با تاثیر مسائل سیاسی کمرنگ شده بود، ولی هنر و صنعت میتواند این مرزها را عبور کند. تاجیکستان و قرغیزستان در مسائل رابطه سیاسی و اقتصادی هیچگاه مشکل جدی نداشت. از این سبب من فکر میکنم که حالا آمدن و هنرنمایی کردن هنرمندان ما آن را مستحکمتر خواهد کرد. باری آخر روزهای فرهنگی قرغیزستان در تاجیکستان سال 2004 برگزار شده بود و حالا مقامات تاجیک هم امیدوارند که از راه فرهنگ و هنر می شود یخهای سیاسی را آب کرد. کاری کمیسیونی بین حکومتی دو کشور هنوز نتیجه نداده است و حل نشده ماندن مشکل علامت گذاری مرز است. صدهای جدی مذاکرات باقی میماند. عین زمان دولت مردان هر دو جانب تاکید میکنند که همه گونه سازش سیاسی پیش از همه از رابطه های گرم فرهنگی و اجتماعی شروع می شود.
برنامه را ادامه میدیم. مقامات تاجیکستان میگویند تا کنون بیش از 1100 شهروند کشور به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته برای شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق کشور را ترک کردند. تعدادی از این جنگیان که حتی زن و فرزندانشان را با خود برده بودند در برخوردها کشته شدند و امروز سرنوشت ناروشن زن و فرزندان آنها مایه غم و غصه والدانشان در تاجیکستان است. امردین علیم و محمود جان رحمتزاده به دهه‌ای رفتند که چند ساکن آن با زن و فرزندانشان به سوریه و عراق رفتند. جماعت دهات به نام سیدقل تردیوف ناحیه همدانی حدود 5000 اهالی دارد. از این دهه 6 مرد، 2 زن و 7 کودک در جنگ‌های سوریه و عراق اشتراک می‌کنند. از اینها 11 نفرش از یک عائله میباشند. سلام یونوسوف، ساکن 76 ساله این ده، سابق دپوتات شورای عالی جمهوری شوروی تاجیکستان در سالهای 1980-85 از ترس آنکه پسرش قربان قاچاقبران می شود، او را سال 2005 به روسیه به مهاجرت مهنتی فرستاد. تصمیم گرفته‌اش این پیرمرد را امروز بیمار قلب ماتم زده و سر زبان مردم کرده است. سیدبگ یونوسوف پسر 32 ساله او با زن و فرزندش اول سال 2015 از روسیه به سوریه رفت و بعد 3 ماه آنجا کشته شد. امی روز شب ما هم بچورا ایداست نمی کامیزاستا و ایداست نمی خانکا مسکاری کردیم که به همین دست نزنن. این من فردی خیلی میشد نوب تو خانکا در که می رفتن می موزن موزش در پیش خود بموند. سیدبگ یونوسوف از جمله همون 43 عائله است که طبق معلومات رسمی به سوریه رفتند. از این شمار 47 زن است که با 23 فرزند نابالغ خود زیر فشار مرد خانواده عازم سوریه شدند. این پیرمرد را تقدیر 7 نبرش و دختر و کلینش که در سوریه ماندند نگران کرده است. چند ماه می شود خط ارتباط با آنها کنده است. احتمال دارد کلینش طبق قوانین جنگجویان داعش دوباره شوهر کرده است. چه میکنه ور کی نگاه بهشون میکنه کی سرپرستشون میکنه خود مجبورن که با هم جواب شو کنن یا کی مثال خیا کنه میخله بجد یورد کی نگاه بهش میکنه او زن کوی نیستن که رنگ شهرو بگردن و خونه بروماگی نیستن دویم دارم دوری خونه زاگی در همون جا خونه بروما نمیتونن. با جو سیدبگ دختری بابای سلام هم با شوهر و 4 فرزند خردسالش به هیئت داعش پیوستند. شیرخان مدخلوف پدر 70 ساله مرادبگ مدخلوف داماد بابای سلام میگوید فرزند بزرگی او که طبیب است با زن و فرزندش اول به مصر برای کار رفته است و بعدا به عراق سفر کرده به گروه دولت اسلامی پیوسته است. به نقلی او پسر بزرگش با زن و فرزندش زنده‌اند، اما پسر خردی او نظیربگ مدخلوف 2 ماه بعد از فرزند بابای سلام در سال 2015 کشته شده است. علاقه تلفنی برقرار کردن که پدر ما را دعوتیم و مصر میرم. اول مصر میرفتم. بعدی 3 سالی که کلانیش رفته با ایش رفت. ایش یک 3 ماه در علاقه نبود. بعدی 3 ماه علاقه پیدا کرد. وقتی خیمه پیشی همین کی داریم. میش کم داریم. بعد یک چند ماه پس که آواز آمد که گذشته شد. مسئولین جماعت دهات سیدقل تردیوف میگویند همه ساکنان جماعت که به صف داعش پیوستند از روسیه به خاک سوریه و عراق وارد شدند. سلام یونوسوف که زمانی بریگادیر پیش قدم بود امروز کنج خانه را مسکن کرده است. کوشش میکند کمتر به کوچه برآید، زیرا به چراهای مردم جواب ندارد و پرسش های نیز خود او را پیوسته اذیت می‌دهند. با شروع عملیات گسترده در عراق بر ضد جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی تهدید حمله‌های تروریستی کاهش یافت، اما جغرافیای آن وسیع گردید. این یکی از خلاصه‌های تحقیقاتی پژوهشگاه اقتصاد و صلح است که از جمله میگوید تعداد قربانیان عمل‌های تروریستی که پی هم 4 سال بالا میرفت در سال جاری 10% کم شده است. در شاخص جهانی تروریسم در سال 2016 آمده است که بیشتر از 29000 نفر از دست گروه‌های افراطی و تروریستی کشته شدند.
طبق گزارش این پژوهشگاه تاجیکستان در برابر خطر تروریسم نظر به کشورهای دیگر منطقه بیشتر آسیب پذیر است. در صحبت با همکارمان طاهری سفر یکی از مؤلفان این گزارش دانیل هیسلوپ خلاصه تحقیقات را جمع‌بست کرد. شما تروریسم و خطر آن را در آسیای مرکزی تحقیق کردید. خطر این ظاهرات در منطقه افزایش می‌یابد یا کمتر شده است؟ یک چیز درباره تروریسم در آسیای مرکزی در یاد داشت که در عموم این منطقه از فعالیت تروریستی عاری است، ولی عین زمان خطر و تهدیدها وجود دارند. در گزارش ما گفتیم که تاجیکستان در برابر خطر افزاینده تروریسم بیشتر آسیب پذیر است. سال 2015 در کشور 12 نفر در نتیجه فعالیت‌های تروریستی کشته شدند. خطرها در تاجیکستان از مرز با افغانستان و نزدیکی طالبان در مرزهای شمالی برمی‌آیند. شما سبب‌های ظهور تروریسم را هم تحقیق کردید. خلاصه چی است سبب‌های اصلی، مثلا گرفتن جوانان به سازمان‌های تروریستی و تندرو کدام‌هایند؟ When you look at the drivers of terrorism, you see that there's really two key factors. وقتی شما به سبب‌های تروریسم نگاه می‌کنید می‌بینید در کشورهای دارای خطر بلند تروریستی دو سبب اصلی وجود دارد. اول خشونت بلند سیاسی به مثل قتل‌های خودسرانه، شکنجه و به زندان انداختن برای اندیشه‌های سیاسی وجود دارد. یا آنجا مناقشه‌های ادامه دارند که سببش هم اختلافات سیاسی است. در این جای‌ها عامل‌های افزایش تروریسم زیاد می‌شود. وقتی سبب‌های تندگرایی را می‌آموزید به مثل افراطگرایی اسلامی و یا جهاد، آوردن عامل‌های عمومی مشکل است. عامل‌هایی که مثلا جوانان را به انجام دادن عمل‌های تروریستی وادار می‌کنند، ولی همین عمل‌ها را جوانان انجام می‌دهند که یا دانش کم دارند یا در دانشگاه تحصیل کردند یا کار سردرآمد هم دارند. ولی یک چیزی مهمی که در تحقیقمان معلوم کردیم این است که بیکاری و دور ماندن و از جامعه در انزوا ماندن از علت‌های اصلی رو آوردن به تروریسم است. حالا نگاه می‌اندازیم به مکدونیا. بعد قبول یکی از چاره‌های حقوقی و امنیتی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، موج مهاجران کشورهای افریقا و آسیا را که عازم ممالک اروپای غربی بودند کاهش داد. قسمی از این مهاجران به اصطلاح در نیمه راه در مکدونیا به سر میبرند و هنوز هم امید دارند که امکان یافته خود را به غرب میرسانند. موضوع را همکارمان فرزان محمدی ادامه می‌دهد. هر روز صلیب سرخ مکدونیا سعی می‌کند که مهاجران پریشان را پیدا کند. بنیاد سیمخوار و تحکیم امنیت در مرز موج مهاجران عازم کشورهای غربی را کاهش داد، ولی پره از بین نبرد. آن چیزی که ما خادمان صلیب سرخ می‌بینیم این است که بعضی روزها ورود مهاجران از همه سمت‌ها واقعاً زیاد است. دیگر روزها آرام می‌گذرند، ولی روزی نیست که گروهی از مهاجران از صلیب سرخ کمک نخواهد. در مرکز ترانزیتی تنبافچه که در مرز با سربیا قرار دارد، گروهی عبارت از 10 مرد درباره کوشش‌های ناکام عبور مرز سربیا و رسیدن به اتحاد اروپا قصه می‌کند. به قول آنها این راه پرخطر است. در 10 کیلومتری سکوپیه ما با گروه جنایت پیشه روبرو شدیم. ما از آنها گریختیم. بغیر از آن پلیس سرب 2 دفعه ما را بازداشت نموده به مکدونیا برگرداند. ما به سمت سربیا حرکت داشتیم. می‌خواستیم توسط آلبانیا و کوسوو به آنجا رویم، ولی پلیس سرب ما را به عقب فرستاد. آنها مرا زدند. با نزدیک شوی زمستان وضع در این مرکز وخیم‌تر می شود. مهاجران آرزو دارند به ممالک غربی روند، ولی فعلا آنها در مکدونیا بند ماندند. و یک خبر ورزشی هم داریم. مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته پنشیر ناحیه جلالدین بلخی به انجام رسید. پنشیر در مسابقه امسال در 24 بازی 19 غلبه به دست آورد. 2 بازی را مساوی کرده در 3 تایش مغلوب شد. به این ترتیب فوتبالبازان ناحیه بلخی که با 59 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را از آن خود کردند، با مدال های طلا مکافاتانیده می شوند. تیم سرای کمر ناحیه 5 که نسبت به دسته غالب 3 امتیاز کمتر گرفته است، برای جای دوم با مدال های نقره سرفراز می گردند. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که با 55 امتیاز در جای سوم قرار گرفت، با مدال های برنجی سرفراز شدند.
ин хабари охирини нашри навбатии барнома буд. Хабарҳои бештар дар вебсайти мо ва наворҳои диданӣ дар YouTube гузошта шудааст. ҳамчунин мо дар фейсбуку Одноклассник ва Twitter саҳифа дорем. барномаи хабарии мо дар сомонаи Азия Плюс низ пахш мешавад. бо мо бимонед.